عروسی عجیب و غیر قابل باور نوریا، اما با کی؟ نوریا هنرمند افغان با کی ازدواج کرده است؟ دلیل نشر تصاویر وی در صفحات مجازی چی بوده است؟ نوریا در کدام کشور زندگی می کند؟ اسم واقعی وی چیست؟ و رابطه جنجالی میان نوریا و سیر متین. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نوریا هنرمند جوان، شیره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان بوده است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. این دختر خانم هنرمند در ابتدا در آهنگ‌های هنرمندان افغان نقش ایفا می‌کرد، اما بعدها با سرودن چندین آهنگ توانست در جامعه هنری افغانستان جایگاه خوبی برای خودش کسب کند. وی در کشور کانادا زندگی می‌کند. یک بار ازدواج کرده است، اما از همسر اولش جدا شده است و در کشور کانادا آرایشگاه دارد. این دختر خانم هنرمند هرچند شغل اصلیش هنرمندی نیست، ولی گاه آهنگ‌های می سرایت و جدیداً برای چینل یوتیوب‌های مختلف برنامه‌های اجتماعی هم ثبت می‌کند. این همه در حالی است که نوریا با سیر متین، یکی از موفق‌ترین کمدین‌های افغان، رابطه هنری خوبی داشته است. تازه تصاویر نوریا در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که وی برای بار دیگر ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست همسر دوم نوریا کی بوده است و آیا به واقعیت این دختر خانم برای همیشه از هنر موسیقیش خداحافظی کرده است و یا هم خیر. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای نوریا با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از نوریا خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نوریا به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.